قدر یک نفس را که می داند. آنه که رشته عمرش را مقراض مرگ جدا کرده ایستاده است و ثانیه های آخرین خود را احساس می کند. قدر یک شب را که می داند. عروسی که شوهر یک شبش به خوابی ابدی رفته است و سحر خانه نو دارون به جای حرفهای مبارک بادی همدردی و فاتحه خوانی و بیان تعزیه می آید. قدر فصل شکفتن را که می داند. انسانی که زندگیش سر تا به پا به فصل خزان مبدل گشته است. قدر 9 ماه را که می داند. مادری که فرزند ففتیده تولید می کند. قدر فرزند را که می داند. پدری که یگانه فرزندش که در سن 3 سالگی است به جای اون که در کتفش برداشته به باغچه برد، در کتف تابوت که درونش فرزندش خفته است راه به سوی قبرستان دارد. قدر دانه گوگرد را چه می داند؟ شمعی که به آن هیج است. قدر وقت را انسان کی درک می کند؟ زمانی که پزشکان با چهره مایوس از کم بودن فرصت زندگانی نفر برایش حرف می زند. به هر حال آماده باشد. روزگی اطرافیان را بگیرد. ولایت شرم و حیا را کی سخت احساس می کند؟ پدری که دخترش پرده شرم و حیا و ناموس خود را به خاطر جوانی و احساسات بانامی هوس و به خودشوی کوتاه از دست می دهد و شیشه غرور مردی پدر خود را در نزد جامعه یک عمر می شکند. قدر زبان گویا را کی بیشتر احساس می کند؟ نفری که زبان گویا ندارد و هنگام کوشش به اطرافیان فهمانیدن مشکل خود توسط ایما و اشاره در نتیجه مسخره و خنده می گیرد. قدر پایهای روان را کی بیشتر احساس می کند؟ آنه که عمر چرخ عرابه معیوبان را با دستانش متحرک می کند.